بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. دوستای تصویری که میبینید سرگ کوکدره که خط شاکر وصل میشه، شاکر خط خوجنک بای مره. دیروز 29 جدی انجینر خالق نجیر آمده سرگ نقشه کده، لیول کده. امروز مردم کوکدره آمده که نمی سرگ تقسیم کنی، کار کنه که تعمیرای از ما باشه. یا حالی مورم از یکی از برادرای مؤمن کوکدره سوال کنیم که این سرک چی فایده داره در مردم که اینقدر شوقی و علاقه بسیار زیاد داره. سلام علیکم. خوب هستین؟ بخیرید؟ سلامت باشه. شما همین سرک که اقدام کردید که خط طرف شاکر وصل میدید چی منفعت داره در شما که اینقدر مردم شوق زیاد داره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. من مهدی هستم از منطقه کوکدره، مسئول شهرستان. این سرک که مردم تازه امروز ما اقدام کرده که مردم متراج میکنه، در سری از گروپ بندی کرده و مو تقسیم میشه در سری از گروپ. امروز نو ابتدا کرده و منفعت از این سرک بسیار در ما منفعت زیاد داره، به خاطر اینکه راهایی که از پیش ما خط غزنی یا مثلا کابل ما رفتیم 60 کیلومتر، یا مثلا از خط غزنی ما رفتیم 60 کیلومتر اضافه بود. اگر خط کابل ما رفتیم که خیلی دور میشد. اگر با امید خدا با همکاری مردم و خیرین عزیز که در این مردم کمک کنه، اگر کارشان خیلی نزدیک میشه، تقریبا یک 5 کیلومتر یا 6 کیلومتر ما تا جنک پایه که وصل میشیم. اگر از منطقه مثلا از پیش رفت آمد میکردیم، ما رفتیم بازار نو، از بازار نو تا جنک پایه تقریبا یک 60 کیلومتر هم اضافه تر اونجا باید ما راه رفتیم. بله. دیگه ای برای از ما منفعت زیاد داره. امیدوار هستیم که به امید خدا به یاری مردم و خیرین که چی از داخل باشه و چی از خارج باشه که برای از مردم همکاری و کمک کنه. این بسیار منفعت زیاد داره از این مردم محرومی که بسیار از منطقه صعب العبور و سخت که از اینجا در یک مسیر میرسه، ولی این خیلی یک راه کوتاه و نزدیک میکنه. خود تشکر. خواهش میکنم. ای سلام. سلام دوستای عزیز. امروز که قبیله کوکدره که در سرک شروع کرده، بعضی گروپ ها که هسته تقریبا سر کرده، کار تمام کرده، بعضی ها نیمه کارمنده. ماشاءالله ماشاءالله. موشه نه موشه خد جبل کار موشه؟ الله يدا سختي. نعم. خواه اینجا یک تقسیم ناکار من در گروه تکمیل نمده بوده یا چه رقم است برای دست شما؟ نموید خبر ندارم. متوازن مسافری آمده. سلام علیکم. خوب هستید؟ جان ما شما جوره؟ سلامت باش. چطوره چه آقا نعمت؟ سنگ شخ آسونه چه رقم است؟ جبر کلوم خوبه دیگه، موتور باشه. خواه امروز خیلی زیاد تخت کردید. خب پناه بخدا مردم های بشر دوست شاید در شما کمک کنه انشالله را. امروز هم یک تقسیم کار کردید یا دیگه هم کار کردید؟ نه یک تقسیم است، کار بسیار سخته، سنگای سخته.
ببری نزدیک بیشتر نمیتونم خب کنم از خانهشی نداره راست این کمبود داره حتی قبیل بلیکرنگ هم کمبود داره خب امروز چند نفر همینجا سر کار آمده دمزی اولین روز کاری؟ تقریبا 70 نفر هسته شاید هم اضافه شده که 100 نفر هم کردیم خب انشالله نه انشالله همین سرک همین روز کاشته نه؟ مردم کوکدره امروز سرکاره که یک ویدیو گرفتیم که تقسیمات کرده یالی هر گروه تقسیمش معلوم شده کلگی در تلاش هسته که ما اول پایه کنی شمگم اول پایه کنی دیگه اهل مردم اقدام ده سرک کاری کرده انشاءالله را ای ما اینجا دیر شیم همزه خاطر امروز 3 جدی 1400 سال 1404 مصادیف با 20 دیگه 2026 که مردم کوکدره اولین روز کاری سرکی که از طرف کوکدره به طرف شاکر وصل میشه شاکر به طرف جنک پای به نقشه انجینر خالق نجیر دیروز لیول کردن نقشه کشی کرده مردم شروع کرده امروز اینجا اسانزوار شما گروه چندم تقسیم برابر کردید؟ خب شما پنجمید؟ چند نفر امروز سر کار آمدید؟ خب 6 نفر امروز روز اول دیگه نفر کم آمده زیاد موشه یا نموشه از 6 نفر؟ خب خوبی استاد عبدال؟ بخیری شما گروه چندمید که اینجا دازی برف کار منید؟ خب امزی گروه شما او طرف هم دیگه گروه بسته شما گروه آخرید؟ خب امروز در روز اول کاری چند متر سرک تقسیم کرده دبن خود؟ بخیر 12 متری تقسیم کرده خب آفت 12 متری؟ آره آفت 12 متری تقسیم کرده بخیر تازه شروع کرده با خب خدا انشالله شما را کامیاب کنه